سلام عرض ادب شکن دوستان عزیز. دو تا معما براتون آماده کردم که معروف است به ساختار ریچارد رتی. آقای ریچارد رتی از اوایل قرن 20 جزو 10 نفر برتر جهان بود که حتی یادمه که یه مقاله رو میخوندم آقای کاپابلانکا که بعد از اینکه 8 سال اصلا باختی نداشت، بعد 8 سال به ریچارد رتی باخت. بعد از اون هم دوباره آقای کاپابلانکا 2 سال دیگه نباخت که معروف شد که آقای کاپابلانکا در طی 10 سال فقط یک باخت داشت. این خیلی شاهکار بزرگیه که در طی با بزرگان دنیا بازی کنی و تو 10 سال فقط یک باخت داشته باشی، اونم به ریچارد رتی. کاپابلانکا در روز تولد خودش باخت، این اون روز تولد خودش بود، به ریچارد رتی باخت. حالا ریچارد رتی چیکار میکرد؟ ریچارد رتی با این معمایی که الان من براتون گذاشتم شرط بندی های کلانی رو میبرد. میرفت تو کافه ها مینشست میگفت که هر کی بخواد که این پوزیشن را با سفید ببره من شرط میبندم باهاش. خب پیاده سفید تو A4 و 2 خونه از شاه فاصله داره و به راحتی میتونه به وزارت برسه. و اونایی که میخواستن شرط ببندن میگفتن که بله من میتونم، شاهش دوره، تازه بخواد پیاده‌ش هم برونه، پیاده افش هم برونه، به راحتی با شاهمون میگیریم. خلاصه ریچارد رتی میگفت که شروع کنیم، بسم الله. حالا سیاه حرکت درست رو انجام میداد و اگه بخواد که سفید پیاده رو برونه و باز هم به صورت قطری شاه نزدیک میشه هم به پیاده خودش و هم به پیاده سفید. و حالا اگه سفید بخواهد برسه به پیاده، بخواد که پیاده رو بزنه و شاه سیاه دوباره قطر رو ادامه میده و باز هم میبینید که از قطر به پیاده خودش نزدیک شده و به پیاده سفید هم نزدیک شده. و حالا اگه بخواد پیاده رو سفید برونه، سیاه به پیاده خودش میرسه و این پیاده رو اگه بخواد به وزارت برسونه، سیاه هم میتونه پیاده خودش رو به وزارت برسونه و شاه نزدیک پیاده بشه، دوباره شاه حمایت میکنه از پیادهش و این سفید پیاده رو وزیر میکنه و سیاه هم پیاده رو با کیش وزیر میکنه. میبینید که این بازی مساوی شد. اگه همین رو دوباره بخواد که سفید این خونه ها رو باید بیاد و این یادتون باشه که از این قطر باید استفاده کنید که از اینطوری به این پیاده برسید و اگه هم خواستید که به شاه خودتون برسید، این طریق یادتون باشه که این مانوری هست که شاه میده و خونه رو دنبال میکنه و هیچ جوری سفید نمیتونه این بازی رو ببره و سیاه میتونه این بازی رو به مساوی کنه این بازی رو. خب من براتون یک معمای دیگه هم که آماده کردم که شما دقت کنید که اینجا 3 تا پیاده سفید هست و زمانی که آقای ریچارد رتی به کافه ها میرفت شرط بندی رو بر اساس این 3 پیاده و 1 پیاده انجام میداد. و دقت کنید که خب 3 تا پیاده متصل به هم و 1 پیاده‌ای که میخواد وزیر بشه، شاه سفید هم به پیاده میرسه و مسلما هر کی شما شطرنج هم نگاه کنید متوجه میشید که واقعا کار سفید آسونه. ظاهرا فکر میکنه که آسونه، ولی سیاه اینقدر با دقت بازی میکنه با قانون رتی و این بازی رو مساوی میکنه. دقت کنید ببینید چیکار میکنه. شاه تو این خونه حالا بس پیاده رو میتونه برونه و شما نباید این پیاده رو بزنید و میریم این پیاده رو میزنیم و اگه بخواد که هر کدوم از این پیاده ها رو برونه، پیاده که دورتر به شاه مسلما میرونه و سیاه میاد با پیاده سی رو میزنه و اگر پیاده رو دوباره بخواد برونه، شاه سیاه به پیاده خودش نزدیک میشه و سفید میاد میگه که پیاده رو بگیرم بزنمش تا اینکه شاه نرسیده و شاه باز هم میرسه و اگر پیاده دوباره رونده بشه سفید، سیاه هم پیاده خودش رو میرونه و این پیاده وزیر میشود، اونم با کیش که مسلما اینجا بس اصلا میبازه و اینجا باید چیکار کنه؟ قبل از اینکه پیاده رو
برونه پیاده خودش رو ارتقا میده به وزارت و اینم ارتقا میده و 2 وزیر میاد که 2 وزیرها بازی رو مساوی میکنن. و اگه هم دوباره برمیگردیم عقب، اینجا دوباره حرکت درست همینه و اگه بخواد دوباره شاه رو نزدیک کنه به پیاده که همین الان پیاده رو بزنه، ما باز پیاده مدافع رو میزنیم و اگه باز این پیاده رو بخواد حرکت کنه، ما قطر ادامه میدیم و دوباره بخواد تلاش کنه برای پیاده، باز هم قطر ادامه میدیم. پیاده رو بخواد برونه، دوباره شاه به سمت پیاده خودش و پیاده رونده بشه، پیاده دوباره میره برای سیاه، برای ارتقای وزیر. اگه هم بخواد بره که نذاره که پیاده سیاه ارتقا پیدا کنه، شاه دوباره از پیاده‌ای که خونه داره ترفیع پیدا میکنه دفاع میکنه و این پیاده وزیر میشه و این هم با کیش سیاه وزیر میکنه که مسلما این بازی هم مساویه. پس شما دیدی که آقای ریچارد رتی چه معماهای بسیار لذت بخشی رو در آن زمان آماده کرده بود. امیدوارم که از این 2 پوزیشن خوشتون اومده باشه.